یه بار یه خواب دیدم که من مردم و نمیدونستم که چطور مردم، اما توی خواب چشمامو باز کردم و میدونستم کجام و میدونستم که الان من مردم. همونطور که داشتم زیر نور شمع آیاتو پشت سر هم میخوندم، یهو بدون هیچ دلیلی شعله شمع خاموش شد. چون شب بود اتاق کاملا تاریک شد و من واقعا ترسیدم. بارلا ایشان را در زیر سایه ایمان الهیت نگاه دار و والاترین طبقات بهشت را به آنها ارزانی دار، چرا که تو با موهبت و هدایت قرآن آنها را مورد رحمت خیش قرار داده ای، همان گونه که با قرآن هدایتشان کردی. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع. من طاها یاسین هستم. 33 سال سن دارم و 7 سال پیش در دانشگاه الازهر قاهره مصر مسلمان شدم. مهمون امروزمون که الله هدایتش کرده از بین افرادیه که در لهستان زندگی سختی و میگذروندن انتخاب شده. حکمت الله بر این بود که به انگلیس مهاجرت کنه. در لندن اونو با قرآن آشنا کرد و درهای قلبشو تنها با یک آیه به اسلام گشود. من در لهستان به دنیا اومدم. قبل از اسلام اسمم رافائل اوزاریک بود. ما انسان ها نمیتونیم محل تولدمون رو انتخاب کنیم، اما هممون میتونیم طریقه زندگی کردنمون رو انتخاب کنیم. سالهای نوجوانیش در حالی گذشت که در مشکلات خانوادگی و اجتماعی غرق شده بود. درست همون زمانی که لهستان بحران اقتصادی سختی رو پشت سر میذاشت و موقعیت کاری برای مردم خیلی کم شده بود. به همین دلیل طاها تصمیم میگیره برای یافتن کاری مناسب به انگلیس مهاجرت کنه. دنبال به دست آوردن چیزای بیشتری بودم. به همین دلیل تصمیم گرفتم که واسه به دست آوردن خوشبختی و زندگی بهتر از کشورم مهاجرت کنم. اولین سفری که به لندن داشتی و اولین باری که لهستان رو به مقصد لندن ترک کردی مسلماً قبل مسلمون شدنته. وقتی رسیدی لندن زندگی چطور بود؟ من 19 سال داشتم که اومدم به انگلستان. به دنبال موقعیت‌های بهتری بودم و نمیتونستم اونا رو توی کشور خودم داشته باشم، پس به اینجا اومدم. داشتم دنبال کار میگشتم که با حاتم برخورد کردم. اون موقع اون مدیر یه رستوران بود. برادر طاها رو وقتی دیدم که بیرون رستورانی که اون موقع مدیرش بودم ایستاده بود. رفتم سراغش و ازش پرسیدم که دنبال کار میگردی؟ اونم گفت آره. منم سری بردمش تو، چون اون موقع چند نفر برای کار لازم داشتیم. از همون روز طاها کارشو شروع کرد تا امروز که تقریبا 15 سال گذشته. زمانی که با حاتم آشنا شدم از رفتارش، مهربونیش متاثر شدم. با انرژی و دوست داشتنی بود. بعد فهمیدم که مصریه و اون خیلی بهم کمک کرد. توی لهستان نمیشه زیاد از این آدما دید. از وقتی که حاتم رو دیدم دیگه احساس غربت نکردم و حس می‌کردم اونم یکی از اعضای خانواده‌مه. ما با هم خیلی صمیمی شدیم و مدتی هم با هم خونه بودیم. زمانی که در رستوران کار میکرد اون از کار خودش راضی نبود و نمیخواست همش توی رستوران کار کنه. واسه همین تصمیم گرفت که تحصیلاتشو در دانشگاه لیدز ادامه بده. خداوند براش مقدر کرده بود که تحصیلاتشو در رشته زبان عربی و مطالعات اسلامی ادامه بده و از اینجا بود که علاقمندیش به اسلام آغاز شد. هیچ چیزی در مورد اسلام نمیدونستم و تنها عربی هم که تا اون موقع دیده بودم همین دوستم حاتم بود. برای همین ذهنیت قبلی نسبت به اسلام و زبان عربی نداشتم و خیلی واسم جدید بود. زندگی در دوران نوجوانیت چطور بود؟
آیا محو در گناه و معصیت بودی؟ مثل خیلی از جوانای غربی آیا تو توی اون موقعیت احساس خوشبختی می‌کردی؟ نه، اوایلش خوشحال بودم. زندگی به نظرم عالی می اومد، اما فقط برای یه مدت کوتاه. میرفتم سر کار، بعد دوستامو میدیدم و میرفتیم بیرون و خوش میگذروندیم. زندگی من همین بود و چیز دیگه ای توش نبود. بعد از یه مدت دیگه خوشحال نبودم و خیلی هم احساس بدی داشتم، چون میدونستم که این زندگی باید برنامه‌های بیشتری برای ما داشته باشه. شروع به دعا کردم. البته به روشی که از بچگی برای دعا کردن بهم یاد داده بودن. به کمک و هدایت خالق نیاز داشتم. از پروردگار میخواستم که منو ببینه، راه درست رو بهم نشون بده و منم از همون راه برم. ثبتني يا الله على طريق الهدى ثبتني يا الله على طريق الهدى فكل ما در مورد اسلام هیچ آگاهی نداشت. هیچ کدوم از چیزهایی که بهش میگفتم و نمیدونست. حتی معنی کلمه اسلام رو هم نمیدونست. ثبتني يا الله على طريق الهدى ثبتني يا الله على طريق الهدى فكل ما أخشى سوء الختام اولین باری که مسلماً قبل از مسلمون شدن بوده صدای تلاوت قرآن رو شنیدی؟ اولین باری که سخنان الله سبحانه و تعالی رو شنیدی کی و کجا بود؟ تو یکی از سالن‌های همایش بزرگ و قدیمی دانشگاه انگلیس نشسته بودم و یکی از اساتید و پروفسورای دانشگاه روبروم بود که با صدای قوی و زیبا قرآن رو تلاوت می‌کرد و با زبان انگلیسی تفسیر و ترجمه می‌کرد و در موردش برامون توضیح میداد. حالتهای صداش در زمان تلاوت قرآن و توضیحاتی که میداد اونقدر زیبا و بیدار کننده بود که به نظرم شاید اون لحظه نقطه شروع واسه تولد دوباره من بود. روش تلاوت و تفسیر و توضیح دکتر و استاد دانشگاه تاها رو تحت تاثیر قرار داد و اونو تشویق کرد که مطالعه ترجمه انگلیسی قرآن رو شروع کنه. البته قبل از اینم برای تکالیف و تحقیقات دانشگاهش قرآن رو خونده و ترجمه کرده بود، اما به دلیل تلاش رسانه ها برای خراب کردن چهره اسلام توجهی به تفسیر آیات نمی‌کرد. اما در روزی از روزها تصمیم قطعیشو گرفت. اون شب برقای خونه رفته بود و من تنها توی اتاقم بودم. تصمیم گرفتم زیر نور شمع یک کمی مطالعه کنم. روی تختم دراز کشیدم و ترجمه انگلیسی قرآن رو باز کردم. من این نسخه ترجمه رو از دانشگاه خریده بودم و هر جا که می رفتم اونو همراه خودم می بردم. همونطور که داشتم زیر نور شمع آیاتو پشت سر هم می خوندم، یهو بدون هیچ دلیلی شعله شمع خاموش شد. چون شب بود اتاق کاملا تاریک شد و من واقعا ترسیدم. تا حالا توی عمرم اونقدر نترسیده بودم. هیچ وقت. واقعا نمیتونستم حرکت کنم. نمیدونم چقدر گذشت. 60 ثانیه شایدم 2 دقیقه که تونستم دوباره به خودم بیام و شمع روشن کنم. دوباره به کتاب نگاه انداختم. یه قطره پارافین ریخته بود روی کاغذ و همونطور که داشت حرکت میکرد دوباره خوندن رو شروع کردم. همینطور که داشتم میخوندم به این آیه رسیدم که الله می‌فرماید راستی که در آفرینش آسمان‌ها و زمین و در پی یکدیگر آمدن شب و روز و کشتی‌هایی که در دریا روانند با آنچه به مردم سود می‌رساند و همچنین آبی که خدا از آسمان فرو فرستاده و با آن زمین را پس از مردنش زنده گردانیده و در آن هر گونه جنبنده ای را پراکنده کرده و نیز در گردانیدن بادها و ابری که میان آسمان و زمین آرمیده است برای گروهی که میاندیشند واقعا نشانه‌های گویا وجود دارد. پیام و مفهومی که این آیه به تو رسون چی بود؟ الله الرحمن
در این آیه میگه که در تمام اتفاقایی که در زندگی روزمره برامون میفته، هر جا که نگاه کنیم برای اندیشمندان نشانه‌هایی از خالق وجود دارد. این برای من یک نکته مهم بود، چون من خیلی وقت بود که شدیداً به دنبال یه نشونه یا تلنگری از طرف خالق هستی بودم و این آیه به نظرم بزرگترین نشانه ممکن بود که قابل انکار نبود. كم عشت والتفريط عادة ما ذقت في الدنيا سعادة حتى اهتديت إلى العبادة يا راحتي لما اهتديت. از همون لحظه دیگه قرائت و مطالعه قرآن رو شروع کردم. آیاتشو خوندم و نکاتشو یاد گرفتم. اگر نسخه‌های قرآنی که دارم و ببینین همشون یه کمی پاره پوره شدن، چون همیشه همرام بودن و میخوندمشون. قرآني آياته كم أسعدت وجداني أحزاني ذبلت وفاح الزهر في شطآني. بعد از این اتفاق بلافاصله به اسلام روی آوردی و شهادتین رو گفتی؟ نه، این اتفاق بلافاصله نیفتاد. از اون لحظه تحقیق در مورد اسلام و قرائت قرآن رو به شکل جدی آغاز کردم. سال بعد دانشگاه میخواست 1 سال ما رو بفرسته خارج از انگلیس. قوانین این رشته اینجوریه که نصف دانشجویان 1 سال واسه کارآموزی میرن مراکش و نصف دیگه هم میرن مصر. من خیلی دوست داشتم که برم مصر، چون خواهرزاده حاتم یه بار اومده بود انگلیس و ما با هم خیلی صمیمی شده بودیم. چون برگشته بود مصر دوست داشتم برم مصر که دوباره اونا ببینم و الحمدلله استاد گفت که من باید برم مصر. الحمدلله. ماشاءالله. خیلی خوشحال بودم. تحلو الحياة با برنامه هدایت یافتگان با قرآن همراه ما باشید. بالقرآن تحلو الحياة أسلمت روحي للإله قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة قد زان لي أغلى طريق. قبل از اینکه برم مصر معلوماتم در مورد اسلام فقط به صورت تئوری بود و اطلاعی در مورد جوامع مسلمان ها نداشتم. اما وقتی که رفتم مصر پیش خواهرزاده حاتم کم کم مطمئن شدم که اسلام حق و حقیقته. اما یه ترسی داشتم که اگه مسلمون بشم انگار به خانواده‌ام خیانت کردم، به کشورم خیانت کردم و کل فرهنگ و سنتی که توش بزرگ شدم و زیر سوال بردم. واقعا لحظات دشواری بود تا اینکه یه بار یه خواب دیدم که من مردم و نمیدونستم که چطور مردم. اما توی خواب چشمامو باز کردم و میدونستم کجام و میدونستم که الان من مردم. همین که تاها بیدار شد سریع رفت سراغ همخونه ایشو بهش گفت پاشو چون میخوام همین الان مسلمون بشم و شهادت اینو بگم. رفتم سراغ دوستم که تو اتاق بغلی خواب بود. من اونو بیدار کردم و گفتم که محمد من میخوام شهادت اینو بگم. لباس پوشیدیم و راهی دانشگاه الازهر شدیم. خب تصمیم به گفتن شهادتین برای من تصمیم سختی بود. با دلشوره خاصی رفتیم و جلوی 2 از مفتیای اونجا نشستیم. اولین سوالا این بود که
چرا میخوام مسلمون بشم؟ راجع به اسلام چی میدونم؟ آیا میخوام اسممو عوض کنم یا نه؟ ازم خواست که جملاتی که میگه رو تکرار کنم و منم تکرار کردم. گفتم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله. سبحان الله. و از اون لحظه دنیا جلوی چشمام عوض شد. احساس متفاوتی بود. من دلم برای اونایی که مسلمان نیستن میسوزه، چون انگار یه نقاب سیاه جلوی چشماشونو گرفته. ولی وقتی که من شهادت اینو گفتم، حس کردم که این نقاب از جلوی چشمام کاملا کنار رفت. دیگه میتونستم چیزایی رو ببینم که قبلا نمیدیدم و میتونستم درست رو از غلط تشخیص بدم. هر دو مفتیا لبخند زدن و گفتن حالا دیگه مسلمون شدی. من و دوستم با بهت به هم لبخند زدیم و رفتیم روبروی الازهر روی یه نیمکت نشستیم و 2 تا چای خوردیم. احساس شادی خاصی وجودم رو گرفته بود. با خودم میگفتم دیگه الان مسلمونم. والقلب قد أرضاك يا رب حين اهتدى يا رب حين اهتدى يا منزل القرآن نورا على أحمد أحسست باطمئنان بالنور لما ابتدى يا منزل القرآن نورا على أحمد أحسست باطمئنان بالنور لما ابتدى. اسلام روش درست زندگیه و قرآن در اصل نقشه زندگیه. من به چشم یه نقشه یا برنامه بهش نگاه میکنم. مقصد همه ما یکیه و راههای زیادی برای رسیدن بهش وجود داره. ما خودمون این راهها رو نمیشناسیم. تنها کاری که باید بکنیم اینه که قرآن رو برداریم و بخونیم تا این راه ها رو پیدا کنیم. اگه میخواین در زندگی موفق شین، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. الله اکبر. قرآن راه خوشبختی رو به ما نشون میده. رستگاری رو میخواید؟ پیروزمندی رو میخواید؟ تو قرآن جستجو کنید. داستان زندگی اونایی رو بخونید که الله از اونها به عنوان رستگاران یاد کرده. اونا هم کاری به جز اطاعت از دستورات قرآن نکرده بودن. چرا این کارو کردن؟ چون اونها از پرهیزگاران بودن. میدونید ویژگی پرهیزکاران چیه؟ الله رحمان میفرماید آنان کسانی هستند که به غیب ایمان دارند و نماز را برپا می‌دارند و از آنچه به ایشان روزی داده ایم انفاق می‌کنند. میدونم روش زندگیت قبل از اسلام کاملا با بعد از اسلام متفاوت بوده. وقتی که مسلمون شدی واسط سخت نبود که از اون زندگی دور بشی و دل بکنی؟ نه به هیچ عنوان. اصلاً سخت نبود. الکل و خوشگذرانی و هر چیزی که فکرشو میکنین در مقابل به دست آوردن اسلام هیچ بودن. اصلاً مهم نبودن، چون چیزی که الله در مقابلش به من میده خیلی بهتر و بیشتر از این چیزای بی ارزشه. اینکه رضای الله رو به دست بیاریم خیلی مهمتر از اینه که خودمونو با این کارای بی ارزش راضی و خوشحال کنیم. اسلام حس زیبای صلح و آرامش رو درون قلب شما قرار میده. راستشو بخواین من فکر میکنم رابطم با پدر و مادرم بعد از مسلمان شدن خیلی بهتر شده. اونا دیگه مردی مسئولیت پذیر رو دارن میبینن که در هر شرایط باهاشون مهربونه و صبور و همچنین ازشون مراقبت میکنه. شاید قبلا هرگز انتظار همچین رفتاری از من نداشتن و الان به این دلیل این رفتار رو میبینن، چون که من دیگه یه مسلمانم. على طريق الهدى ثبتني يا الله على طريق الهدى فكل ما أخشى سوء الختام غدا. الان تنها آرزویی که دارم اینه که به اتفاق همسرم بریم مکه. انشالله که به زودی این اتفاق بیفته.
برادره ایمانی شما در وبسایت nunquran.com که به مسائل قرآنی اختصاص داره تلاش میکنه شما رو به آرزوتون برسونه، مثل هدایت شده هایی که قبلا مهمون برنامه ما بودن. باذن الله در پناه الله باشید. خیلی متشکرم. ممنونم. أسير بدرب قرآني فيشرق صبحه الحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت أسير بدرب قرآني فيشرق صبحه الحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني جنى وشذا وأوراق لروض الجنة ساق أخي إما مررت بها فثم النفع رقراق جنى وشذا وأوراق لروض الجنة ساق أخي إما مررت بها فثم النفع رقراق ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت فيشرق صبحه الحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني